إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. حضار گرامی، برادران مومن، از همه اولتر تشریف آوری دوستان در این محفل عروسی اشرف جان برای همه خوش آمدید میگم و بعد از او دعای مسنونه که از طرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم برایش گفته شده برش تقدیم میکنم که بارک الله له و بارک علیه و جمع بینهما فی خیر. البته ما به طریق غایب گفتم، شما میتونی بارک الله لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیرین بگوی. بعد از اینکه وقت خیلی کم است، قبل از اینکه من استاد شم برام گفته شد که وقت کم است مولوی صاحب. از این معلوم میشه که مولوی صاحب را پیش از پیش قید برش میگذاره. عزیزای گرامی، الحمدلله محافل بیشتر و زیاد ما تیر کردیم. قبل از اینکه من گپی خود شروع بکنم، این گپ براتون یادآور میشم. نه محافل عروسی را در هتل‌ها تایید میکنم، این را مرد میکنم، یادتان باشه. چرا؟ به خاطر که اسراف زیاد است، اسراف گزاف است و اسراف در دین نیست. یک موضوع. دوم موضوع را کیرت میکنم، در جایی که عروسی یا دو تقریر اسلامی شه و او اسلامی گفته میشه، علما بخیزه. اگر نیک علما نخیزه او اسلامی نیست. این را ما عروسی اسلامی گفته نمیتونیم، به این خاطر که تقریر دیش میشه. تقریر در عروسی کدام سنت نیست. هر کس که تقریر در عروسی سنت بنه بدعت جور میشه. این هم در گوشتان باشه. اما گپی که مهم است که ما در این موقعی که تا نان آماده شده و علما برایتان از این فرصت یک چیزی در برابر همین مسئله عروسی بیان کنه، این مهم است. علتش چی است؟ علمای ما در سر منابر تمام عمر بر جز از صدقه فطر و مسئله زکات و پوست قربانی دیگه چیزا را یاد نه یاد کرده و نه بیان کرده. این را شما یاد داره. اگر کسی یاد نداره، من یک سوال میکنم، کدام مرد است در این مجلس که برام بگوید که طلاق چند قسم است؟ ما ازدواج میکنیم، ولی وقتی که ازدواج میکنیم بعد ما تمام مسائلی که مربوط زنا شوهری است این را باید بدانیم. یک مرد برای ما بخیزه بگوید که طلاق اینی قدر قسم است. ملت ما در حالت تاریکی زندگی میکنه. علمای ما در منابر چیزی هم بیان نکرده. ما زمانی که شو و عروس با هم یک جا میشه، شما باور به الله بکنه اگر آداب شب زفاف یاد داشته باشه دیگر بگذار. ما ملت هستیم که سالا امی داد میزنیم که رسیدیم، مسلمانی ما در یک جای پیدا نمیشه. اما به الله قسم وقتی که در بازار داخل بشیم دعای بازار یاد نداریم. بعد از سلام در دادن نماز کلماتی که گفته میشه یاد نداریم. اینا بگیم. ما از همینجا دمی مجلس تقاضا میکنم که 20 نفر همی دعایی که من خواندم همینجا بگویه، غیر از علما. 20 نفر از همین عوام بخیزه از این که امروز عروسی است برای عروس و برای شاه مبارکی میده. همین دعایی که من خواندم همین را بگویه 20 نفر غیر از علما. بگویه ای ملت شما آگاه باشه، شما بیدار باشه. به الله قسم دین از ما تقاضای پیروی رسول الله را کرده. ما که در هر قدم زندگی خود پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نکنیم، دعوا نمیتونیم که ما امت پیغمبر علیه السلام هستیم. در قبر جواب داده نمیتونیم که و من نبیو که پیغمبرت کیست، باز بگیم که نبی محمد صلی الله علیه و سلم. پیغمبر بر ما طریقه نان خوردن یاد داده.
پیغمبر علیه السلام ادناترین موضوع که تعلق به بیت الخلا داره، شما یک بیت الخلا را شمار بکنید که چقدر سنن رسول الله در موجود است. به کدام پای داخل میشی، روی پشتی تا کدام طرف در میدی، به چند قلوخ تو استنجا میکنی، کدام دعا را در داخل شدن میخونی، کدامش در بیرون شدن میخونی. اما این دعوای محض است برای محبت پیغمبر. حقیقت محبت پیغمبر در عمل هیچ جای دیده نمیشه. این حالت ماست، اینی روزگار ماست. عزیزا باید بدانیم عقد نکاح کدام عقد است. امتیاز با امرای عقدای دیگه که در دنیای دیگه با ادیان دیگه میشه چی تفاوتی داره؟ کلماتی که در وقت عقد خطبه خوانده میشه شما میدانی کدام کلمات است؟ چی درسای عظیم میده؟ او کلماتی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر خطبه خود ایراد میکرد و برای ما یک درس میده. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. ای بشریت، ای انسانا، الله متعال بندگان و مخلوق خود خطاب میکنه که ای بندگان ما، ای انسانیت، ای بشریت، عبادت یک رب تانه بکنه. خبر داره پیشتر مولوی صاحب عتیق الله براتان گفت که شرط قبولیت عمل 3 شرط داره. اصلا 2 شرط است. شرط اخلاص و متابعت پیغمبر علیه السلام. ایمان شرط است قبل از او. تا که ایمان نباشه ولو که اخلاص و ولو که تابعداری پیغمبر علیه السلام هم باشه عمل قبول نمیشه. علما او را 3 شرط بیان میکنه، مولوی صاحب براتان بیان کرد. تا وقتی که ما رب خود نشناخته باشیم، ذاتی که ما را تربیت کرده. کدام ذات ما را تربیت کرده؟ تو انسانی که مخلوق عجیب الله متعال استی، میدانی انسان، تو میدانی یک مرتبه سر در گریبان کو، تنها در مورد یک عضو سنجش بکو، باز بعد از او بگو که الله متعال کدام ذات است. پیش نمیرم. امو واقعه را که استاد ما برای ما بیان کرده بود، قصه کرده بود. ما جوانا با قوت، با زور و شوق همین جمعه ایم. در مقابل اعضای خود چقدر معلومات داریم که رب خدا از طریق جسم خود بشناسیم، از طریق اعضای بدن خود بشناسیم و واقعا بندگی یک الله را بکنیم. میدانیم مولانا صاحب سمیع الحق نه از حقانیه فارغ شدیم، مدرسه اکوری خطک در پاکستان. مولانا سمیع الحق صاحب آن هم در قید حیات است. بانی مدرسه مولانا عبدالحق است، الله رحمت کنه شه، وفات کرده. بچه شالی کلان بچه شمی است. درس ترمیزی برای ما میداد. او قصه کرد در مورد از اینکه رفته بود در کراچی با یکی از دوستایی که دکتر قلب بود، داخل شفاخانه برده بود. برش گفته بود مولانا صاحب شما خو در صحنه تدریس خیلی زیاد ششته، بیاید دمی صحنه دکترا هم شما داخل شوی که ببینی عجایبات الله متعال. گفت وقتی داخل شدیم یک مریض ماشین بری از او موظف شده بود که قلبش عملیات میشد ولی وظیفه قلب انجام میداد. دکتر صاحب از ما پرسان کرد که مولانا صاحب خبر داری که چقدر مصرف میشه و برای 1 ساعت مصرفی ماشین؟ گفت من گفتم من چی خبر دارم، شما بگوی. دکتر برای ما میگه که 1,20,000 کلدار تنها مصرف ماشین است. ای که ما از مریض میگیریم این جدا مسئله است، تنها مصرف ماشین. ای بنده مسلمان 60 سال 70 سال 80 سال تا 100 سال عمر داری، راستی تا بگو اگر بزرگترین سرمایه‌دار جهان باشه و در مقابل 1 ساعت 1,20,000 کلدار پرداخته بره، میتونه خزانه ها را مصرف کنه، عمر خدا کمایی کرده میتونه؟ نمیتونه. در مقابل یک قلبت امی قسم در مقابل او اعضایی که تا آلی رم دکترها قادر نشده که وظیفه اعضا را مشخص کنه که در داخل بدن تو، در وجود تو پرزه های مختلف ماشین است کار میکنه. اگر در بدل پول و پیسه می بوده انسان، اگر کل دنیا امرای بی بود پرداخته میتونستی؟ نمیتونستی. انسان بدان او رب که تو را در اینمی صحنه رسانده، به می جوانی
ابتکاراتی که امروز میبینی چکیده ذهنی که مخلوق الله متعال است، این چکیده ذهن انسان است. او ذهن که الله تربیت کرده، او ذهن که الله او را نشو و نمو داده. ای جوان امروز که در این سالون مجلل نشسته هستی با این همه ابتکارات، این چکیده ذهن مخلوق بشر و انسان است. کی او را تربیت کرده؟ الله. اولین چیزی که سر تو انسان شرط و ضروری است ربوبیت الله را بشناس. از ربوبیت الله الوهیت الله را بشناس. قاری صاحب میگه که نامای ازواج مطهرات چند است. قاری صاحب سوال از ازواج مطهرات از نامش نکن، 9 تا 11 تا هر نامی که است. سوال اینجا که بالا شدی برش بگو مردم توحید کی تعریف میتونه؟ توحید چی را میگه؟ چند قسم است؟ توحید ربوبیت، توحید الوهیت، توحید اسما و صفات. ایمان به چی چیز نقض میشه؟ شرطای کلمه طیبه چند است؟ طاغوت بشناسیم، ولو برا را بشناسیم. اینجا ما افسوس است فقط خود بازی میدیم که سیرت یاد گرفتیم، 4 تاریخ وفات و تولد پیغمبر یاد بگیریم، باز میگیم محبت با پیغمبر قائم شد. و برادرها شرط اول الله از ما مطالبه میکنه یا ایها الناس اعبدوا ربکم. تا که رب نشناسی عبادتش کرده نمیتونی. امروز هم عبادت میشه. شما میبینی در هر چهارراهی و در هر سرک به نامش نظر حسین شیر داده میشه. کلان کلان ریشا برش استاد است، نظر غیر الله را خورده رئیس نیست. آیت قرآن نمیگه انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله. این نظر غیر الله نیست، حرام قطعی به نص قرآن نیست. لیکن ملت ما نمیدانه، ملت تالی را دین تاریکی افتاده. ولی با تاسف اگر کسی پیدا شود این موضوعات بیان میکنه، با سعی میکنی که انگشت انتقاد و تیرا طرفی از او متوجه میشه. باز میبینی که چقدر تیر خورده میشه. عزیزا باید ما بدانیم که ربوبیت الله رب کدام ذات است. او ذاتی که طفلی که از مادر تولد میشه کدام پهنتون او را نشان داد که سینه مادری تبامی قسم بچوش، کدام پهنتون برش یاد داد که اینی قسم گریان کو. او ربی که چوچه مرغوی را در دریا آب بازی برش یاد داده به مجرد. او ربی که پرنده که در سر قله های بلند پرواز میکنه کدام پهندون او را تربیت داده. ای انسان الله تبشناس، خالق تبشناس. وقتی خالق تشناختی باز حق خالق تبشناس. حق خالق عبادت است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت حق الله است. پیغمبر علیه السلام به معاذ رضی الله عنه میفرما اتدری ما حق الله علی العباد؟ میدانی که حق الله بالای بنده ها چیست؟ و میگه الله و رسوله اعلم. پیغمبر علیه السلام در سر مرکب برش یاد میده، در سر مرکب سوار است برش یاد میده. موضوع مهم میفهمی یا نمیفهمی؟ پیغمبر یک لحظه وقت خود از ضایع تیر نمیکنه، در سر مرکب در سوار به معاذ رضی الله عنه تعلیم میده که تو میدانی که حق الله بالای بنده ها چیست؟ حق الله علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا. حق الله است که عبادت یک الله کرده شود، همراه الله شریک جور نشود. امروز شما ببینه در یک مملکتی که داد از اسلام میزنه کلی چهارراهیا و سرکایتون دروازه های سیاه در یک بیرقش یا الله نوشته است. شایدی بده، شایدی بده. در یک بیرق یا الله نوشته است؟ نیست. یا ابوالفضل است، یا ابو عبدالله است، یا حسین، یا فاطمه زهرا، یا علی است. کدام کلمه است امی؟ ای علما بگویه امی کدام کلمه است؟ کلمه شرک است یا کلمه توحید؟ و ما و شما در زیر دروازه‌اش تیر میشیم. در اونمو حالت ما زندگی میکنیم، این ملت زندگی میکنه. حالی را دین نفهمیده، وحدانیت الله را نفهمیده. الله از این خاطر ما در هر خطبه در هر عقد میگیم یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. و ذاتی که شما را پیدا کرده. یک صفت الله کفایت میکنه برای شناخت الله. خالق کیست؟ ملک خالق شده میتونه؟ پیغمبر خالق شده میتونه؟ ولی خالق شده میتونه؟ جن و انس خالق شده میتونه؟ کلگی مخلوق است، الله خالق است. الله خالق است. از کجا پیدا کرده؟ تو را دمی عقد نکاح ای جوان برای تو چی الهام میکنه الله متعال؟ الذی خلقکم من نفس واحده، از یک نفس.
آدم علیه السلام پیدا شده، حوا علیه السلام از وجود آدم علیه السلام پیدا شده. جوان الله متعال به تو الهام میکنه، در قلبت میندازه این سیاسر که امروز شریک زندگیت است، میفهمی که از وجود تو پیدا شده، از وجود خودت است. توهین نکو، تحقیر نکو، احترام کو، تکریم کو، عضو بدنیت است. از این خاطر الله متعال میفرمه برای کدام غرض پیدا کرده؟ من نفس واحده و خلق منها زوجها. از همین نفس واحده که آدم علیه السلام است جفت و جوریش پیدا کرد. و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. توی یا عروسی تنها اشباع غریزه جنسی نیست، پورا کردن موضوعات شهوت نیست. توی برای خود اهداف مهم داره. الله می فرماید و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. الله به این خاطر این یک قانون گرم خانواده ای که واقعا استوار به یک مفکوره قوی و با هدف سالم رهبری شده و متوازن که خشتش نهاده میشه، اتور خانواده جور شوه که تراینده را جامعه سالم به بار بیه، آلوده نباشه. اهداف داره. اگر ازدواجی که سبب ایجاد محبت در طایفه ها نشد، ازدواجی که سبب سکون و آرامش شوهر به زن و زن به شوهر نشد، و ازدواج نیست. و ازدواج نیست. حقیقت ازدواج نیست. روح ازدواج دو نیست. الحمدلله این ثمرات فقط و فقط در ازدواج اسلامی در یک ازدواج دیگه دیده نمیشه، در یک جای دیگه دیده نمیشه. دنیای غرب ببینه، مردم ببینه که تنگ آمده. در دنیای اروپا و غرب اولین مسلمانی که میشه زناست. بیچاره زندگی انسانی نداره، کرامت و عزت نداره، حیثیت نداره. خواهر مسلمانم باید سر اسلام افتخار بکنی، سر اسلام بسیار بنازی که الله چی کرامت عظیمه برات نصیب کرده. امروز با حضور اینقدر مردم مسلمان عقد نکاح تو بسته میشه. قانون خانوادت در حضور مخلوق الله که به دعا خاتمه پیدا میکنه. بسیار خوش باش، بسیار افتخار برات است. نه باز افتخار دومم کمایی کردی که امروز حضور ساز و سرود نیست. اوتر مردمی نیست که تا 3 بجره بدنگانه، نعوذ بالله. اوتر الحمدلله دایی قالین شاید چقدر رقص شده بود. الحمدلله ما نماز جماعت خواندیم، به می خاطر قصدن خواندیم. افتخارات بر کس نصیب نمیشه. عزیزان گرامی، ما وقت زیاد نمیگیرم که پشت سر برم امیر گفته که کم بگو، دلم کف داره، زیاد کف داره، این گپم کف داره که میگه مولوی متوکل به امام اعظم رحمت الله علیه توهین میکنه. به الله قسم اگر کسی مرد باشه، غیرت داشته باشه، دمی قدر طول عمر ما ترجمه قرآن کریم کردیم و خطبه ها دادیم در یک CD، در یک تقریر ما. اگر امام ابو حنیفه رحمه الله قطش رحمه الله نباشه، ما خود اعدام میکنم ان شاء الله. امام ابو حنیفه رحمه الله سلف ماست، خبرداری و تابعی. ما چطور توهین و تحقیر کنیم؟ زبان ما خشک نمیشه، ولی نکنی توتیا، نکنی تهمتا. یک روز در قبر رفتن است. الله متعال به الله قسم از پیشتان سوال میکنه، از پیش شما سوال میکنه. دین چی را میگه؟ دین عبارت از چی است؟ این دین برای ما نظام یاد میده. این دین برای ما این نظام ازدواج و نکاح را بیان میکنه. ای کاش که ما از او ثمرات و اون نکاتی که الله متعال در ازدواج اسلامی برای ما گذاشته فهم دقیق می داشتیم. به الله قسم اگر زن و شوهری که نو ازدواج میکنه سوره نساء را مکمل به وجه درست بفهمه، انشالله در طول عمر ادناترین رنج و خفگان قطعا در خانواده پیدا نمیشه. ولی با تاسف که ازدواج ها میشه، خب گفتم که زن و شوهر حتی قرآن لفظش هم یاد نداره، ترجمه ها را خب بگذار. امروز کدام زن و شوهری که انشالله خشت خانواده جدید میگذاره، اردوش علما هستن الحمدلله، مدرسه را خونده، ترجمه را خونده. ما امیدوار هستیم که یک خانواده سالم و متدین و اینطور افرادی را به جامعه، اینطور اولادی را به جامعه پیش کنه که خیرش به مردم برسه، مردم آزار اذیت نده.
ای کاش کل جوانای ما امی آرزو داشته باشه و همه خواهرای ما امی طور آرزو داشته باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرما تنکح المرأة لاربع، زن از 4 وجه به نکاح میشه: لمالها و لحسبها، از جهت مالش، از جهت حسب نسبش که این خاندان والاسته، و جمالها، اونجا کلمه لام آمده در روایت بخاری، در روایت ابو داود آمده اونجا لجمالها آمده، ولی دینها گفته از جهت دین به نکاح میشه. فاظفر بذات الدین، رسول الله میگه خشت اول خانواده است. خسته که تو میمانی کدام خسته است؟ تلخک نباشه، نهالی به وجود بیایه که ثمر و میوهش مردم بخوره، دعا برات بکنه. از همینجا شروع میشه آغاز زندگی که چه قسم سیاست را انتخاب میکنی و چه قسم شوهر را انتخاب میکنی. ای کاش که ما وصایای رسول الله صلی الله علیه و سلم همینطور دقیق میدیدیم، سرش عمل میکردیم. امروز تا که بلدنگ نداشته باشه، تا که خیلی فراوان مال نداشته باشه، دختر نمیدم میگه. خو خیر است، اگر توصیه رسول الله عمل شد، زندگی پربرکت و میمنت الله نصیبش میکنه. وقت زیاد نمیگیرم، یک درو برای من میگه وقت کم است. الله متعال ما و شما را توفیق نصیب کنه که به اصل حقیقت دین خود پی ببریم. واقعا محبت با رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم که در هر معامله خود توقف کنیم، عالم سوال کنیم و بگیم عروسی دارم، طریقه رسول الله چی بود؟ ولیمه دارم، طریقه رسول الله چی بود؟ عقد نکاح دارم، طریقه رسول الله چی بود؟ آیا تخت خینه بود؟ آیا شو و عروس در آرایشگاه رفتن بود؟ آیا تخت جمعی بود در زمان پیغمبر؟ آیا یک دل و دلبازی بود؟ آیا یک قدر میله ها بود؟ آیا یک قدر اسراف ها بود؟ بعد سوال کرده شود. اگر ادعای محبت رسول الله را داریم صلی الله علیه و سلم، الله محبتش در عمل نصیب ما بگردانه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک.